که متراژ فضای زیاد میشه، چیزی که یعنی از شهرسازی من یاد گرفتم اینه که حالا ما توی معماری می‌مدیم نقشه می‌کشیدیم، دیاگرام می‌کشیدیم. اینجا باید تو یه سری مسیرهای سوار پیاده اینا رو در نظر بگیری. که حالا من یه سری اصولا کپی می‌گیرم، کپی خام می‌گیرم از سایت استفاده می‌کنم و شروع می‌کنم با دست آزاد روش خط کشیدن. در حالا به یه سری الگوها میرسم، شروع می‌کنم کشیدنشون که حالا توی یکیشون می‌خوام این کلبه‌ها به صورت وی آی پی و مجزا هر کدوم یک در واقع پرایوسی داشته باشن، با یه حیات مخصوص خودشون داشته باشن. یه مدل هم که حالا اینو با نرم افزار زدم اینه که دیگه اومدم اینا رو به صورت یک فضای دور و یک فضای مرکزی رفت آمد در نظر گرفتم. توی معماری اگه یادتون باشه ما از میز نور استفاده می‌کردیم توی شهرسازی، یعنی اینو من تو دوران دانشجویی استفاده کردم. اومدم اون نقشه‌ای که دارم ما میذارم زیرش و شروع می‌کنم با ماژیک روش کشیدن. حالا این میتونه دونه دونه این هر کدوم از این کابل‌ها عوض بشه و حالا یه سری الگوهای دستی داشته باشه براتون که این الان کلا عوض شده، این اوایلشه. ولی خب الان من دو تا طرح ابتدایی دارم که این دو تا هستن. حالا باید برم توی لکه گذاری مقدار آماده‌اش بکنم یا توی ارائه